گروه کاری شعبه اطلاعاتی خبر در میدان شالیزاری خوجگی دهقانی کوپراتیوی استحصالی سبزگار جماعت دهاتی ددبای خلمت ناحیه باباجان غفوروف قرار دارد. در این خوجگی دهقانان دوامی یک هفته این جانب به درویدن شالی آغاز کردند. کنجبای رجبوف همراهی چند از دوستانش که همه از ناحیه دیوشتیچ می باشند برای درویدن شالی و میدانهای شالیکاری ناحیه باباجان غفوروف آمدند. آنها نزدیک یک هفته می شود که در میدانهای شالیکاری این ناحیه و شالی دروی جلب شدند. کنجبای امک می گوید طی 4 سال اخیر در موسم دروی شالی به خوجگی دهقانی کوپراتیوی استحصالی سبزگار همچون کرایه‌کار همراهی همدهگانش می آید و با این وسیله اقتصادی عائلوی خود را پیش می برد. مثال ما دهقان سنیم سودخواه سنیم کیلو میگیریم مثال خود دهقان چه خبر باشد روی دهقان مثال این صفتیت وای میکنیم نمیشه همه روی همون دگوار کارگیمو همه حقمو میگیریم من مهنت کار میبریم من بعد چکاچو میخورونیم مثال آب خود کار میتیم. گروه کرایه‌کاران که از 10 نفر عبارت می باشند حالا در خوجگی دهقانی کوپراتیوی استحصالی سبزگاری جماعت دهاتی ددبای خلمتوف و شالی دروی مشغولند. سردار کرایه‌کاران می گوید آنها بر عوض مهنتشان هر یکی از هر یک سوتیق زمین تا 39 کیلوگرم شالی به دست می آورند. حالا آنها با راهبران خوجگیداران شرطنامه دو جانبه بستند و بعد انجام موسم شالی دروی پوره حق مزد کارشان را می گیرند. هوای دیده کار میکنیم مثال هوا اگر من حاضر اونجا تود کردیم باستیم هوا اگر مثال هوا گیرد من رفته تخت تود میکنیم نه بارون نما حرکت میکنیم که ما نماند ما هم حرکت میکنیم که بر وقت شویم بر وقت برویم. شالیکار حاجی مقیم نیازوف میگوید که برای بی‌تلف جمع آوری کردن حاصل پخته رسیده شالی سهم حشرچیان نظررس است، زیرا همه ساله در موسم شالی دروی یعنی از آغاز ماه اکتبر دوامی 20 روز حشرچیان در میدان شالیکار خوجگی دهقانی باقی میمانند. بنا به گفته دهقانان از آخرهای ماه سپتامبر تا دهه اول ماه نوامبر در میدانهای شالیکاری ولایت سوخت نوهای شالی پیشپزک، میانپزک و دیرپزک برای درو آماده میشوند. حالا دهقانان از کشتی امسال شالی حاصل فراوان را انتظارند. درو سر کردیم آب و هوای غنیمت دانسته هم به اینهای من گرام آمدیم کرا کرد که 1 ساعت خش به 39 کیلو حق میتیم گفته آوردیم من هوای غنیمت دانسته داد رو داورنده که توی دکه گیفت آسیم حاضرش به 39 گهتر زورده شده اینها. حاجی مقیم نیازوف امسال در میدانی بیش از 4 گکتار شالی کشت کرده است و میگوید سال گذشته از این مقدار زمین زیاده از 28 تن شالی رویانده بود. امسال باشد حاصل آن نظر به سال گذشته خوب بوده، رویانیدن بیش از 30 تن حاصل شالی در نظر است. دهقانان گفتند که اصلا شالی را تا نیمه ماه به زمین میکارند تا پخته رسیدنش همگی یک مرتبه آبش را خشک میکنند. این هم برای دارو پاشیدن. باقی مانده تا پخته رسیدن حاصل یعنی دوامی 150 روز آب ماندن به میدان شالی حتمی است. حاصل شالی نسبت به سال گذشته نقص‌تر بود چون که از سال گذشته سال هوا نقص آمد بیوای حاضرش به نقص مثال آب ما نقص شده حسابی همین بریگاد ها نقص کار کرد و نقص وای شد آب نقص شد من تا حال آب هایی که سال دیرتر آب خوش کردیم همه بچه ها سال آب به دور داشتن از آب تر خدا خواهد من تا 10 15 ماه در آکم میشیم بچه های با میگو سیلانیم خوش خورسندی کرده. در همین حال از سرایستی کشاورزی ولایت سوخت به ما اطلاع دادند که سال جاری در میدانی 8377 گکتار شالی کشت کرده شده است. تاکید کردید که تا امروز 106.6% نقشه دورنما اجرا شده است. همچنین بنا به اطلاع کشاورزان در میدان 710 گکتار کشتی تکراری شالی به راه مانده شده است که این رقم نظر به سال گذشته 20 گکتار زیاد می باشد. مسئولین سرایستی کشاورزی پیشگویی می کنند که اگر حاصل شالی بی‌تلف جمع آوری کرده شود احتمال در بازار هم نرخ برنج نسبتاً ارزان تر گردد. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.